ما بسیار همسایه های خوب داریم. پگاهی روزی به مکتب می روی در کوچه شیشتگی، از مکتب بر می گردی شیشتگی، بگاه به کوچه می بروی باز شیشتگی. از تمام نویگری های کوچه من خبر دارند. میگویی که اگنت سریو باشند. یک روز به پیش خونه برآمدم که مامه سفرگل مامگل صحبت دارند. بید به شما صحبتشون رو نقل کنم با نکفم. مامه سفرگل: بچه خلیلش شنیدی؟ در بازار عربه کشی و دزدی میکرده است. شنیدم، لیکن چرا میلیسا یگون چرا نمیدیده باشند؟ ای چو با چاره نمیدیدن وظیفه شونه هر بگه جمع کردگیشونه تقسیم میکنند. آتش برین توصیفی سه را خونده ده، لیکن ماشین و کر و فری آتش بین با خانه سه اتاژه ساخته. خیرت توصیف 11 را نخونده، اگر نه 11 اتاژه می ساخت. راست میگوی دیگونه، همه دختری منه دانشکده را با بهای اعلی تمام کرده، در خانه شیشته، دست خطاش موشها خواندستن و کلموشها باشند دکترز که حمایت دارند. چی؟ دختر تشوش نمیمان کار کنه؟ چی؟ دختر چوخه؟ نه، شوش گفته که در خونه شین کودکا را نگاه و بین کن. خدا به شکر نبیره هایم دانشکده را ختم کردند، حالا باشد صاحبی کسب به ما هم کمکشان میرسد. بسیار خوب، نمیخواندگی ها خودشون خورانده نمیتوانند، به والدینشون چه کمک میرسانده باشند؟ بهترش خواننده صاحب معلومات شوند. درست. حد گونه افزایت بیجو. از تو این نبیرم 3 ماه گذشت و تا حال به خود نآمدم. چخیل پیش از تو یک گله چیزو چوره روی کردیم، روزی توی روی کردیم، زود روزشته بر، تلبونشته بر، پدر تلبون، مادر تلبون، بابا تلبون و مامو تلبونشته بر. گشته مایده چویده بازی کرده، یک باره اولاد تلبان کنید و خلاص شوید. راست میگویید گونه؟ خیلی گونه راستش گوی. در تلبان چی دادید؟ دیویدی، تلویزور، قالین با قالین بچه هایش، دیویدی، تلویزور، спальный гарнитур, двойка, тройка, четверка هم بردیم. لباس بردید؟ نپرس. زنکش ده از ناخون پا تا موی سرشون تیلا کردیم. مردکش ده پیچیارکا و شیستیارکا خریدیم. عجیبش این که ماما کلانش گفته است من ناراضی. از چی؟ من ده спальный гарнитур نآوردید. نگفتید که کم ترکی دیگر طاقت کن، نوبتت که رسد спальный гарнитуری نوی یک آدمه برآمدگی خوابانده تا جای در کاری را برده میرسونیم.
چپ بیندگونه جون داماده تخم جوشان گوش جوشان شیر برنج و سمبوسه خوران کردن در کار بوده است. یک باره زهر خوران کنید و خلاص شوید. راست میگوی دیگانه دخترم ایقاس خلاص میشید. در محلمان تنظیم رعایت نمیکنن. ای کجا خودت میدونی کو کمیسه تنظیمی محلی آشا میخره و میروه. اگر صاحب معلومات باشیم و تنظیم را رعایت کنیم هیچ خیل قرضدار نمیشویم، چون که تنظیم به منفعت ما و شماست. سلامت باشید.